بریم هزینه این کشانده دوم چقدر. تعمیرگاه اول کله ماشین رو دادیم بالا و رفتیم سراغ گیربکس ماشین، روغنش رو عوض کردیم. اگه نگاه کنین یه لحظه روغن سیاهه سلام سیاه کلن بود. الان قسمت این الان نگاه کن روغن سیاه روغن نمیدونم چند تا کار کرده بوده. خب یه دونه روغن براش گرفتیم 6 میلیون، یه روغن هم برای مثلا 2 تا گرفتیم برای کله مثلا موتور 26 تومن، 2 تا فیلتر گرفتیم 19 میلیون و یه دونه ضد یخ گرفتیم و اومدیم فیلترها رو براتون نشون بدم. نگاه کنیم فیلتر همش اصله، سفارش دادیم از چین برامون آوردن و روغنای مثلا اصل ما روغن سالم میریزیم توی ماشین بر روغن سالم داخلش باشه. خیلی که راننده هم میدونن که اگه روغن ماشین اگه روغنش قاطیه، روغن نو بکنی ماشین یه جوری میشه مثلا خراب میشه. و یه دون روغن گیربکس گرفتیم و داخل پمپر ریختیم.